سلام برو بچه کالاف باز، حالتون چطوره بچه؟ امروز اومدم بهتون آموزش راش اصولی، اونم با کیلو بالا بهتون بدم. بچه حتما چنل رو ساب کنین تا آخر ویدیو همراه من باشید. یه لایک هم ویدیو رو بچه ها بزنین. خب بچه ها همه چی اول به لند زدنتون بستگی داره که کجا لند میزنین. بچه همیشه یک جای لند بزنین که اگر هم شلوغ هست بتونین لوت بکنین. بچه مثلا یک خونه رو بگیرین. خب بچه من میرم رو به جلو. هم یک گانم بچه ها بگیرین دستتون تمومه دیگه. مثلا گان ندارم. بچه ها حالتون چطوره؟ چه خبر؟ عیدتون مبارک. ببخشید یادم رفت بهتون تبریک بگم. بچه ها بعد همیشه برین هایگرن که انیمیا نتونن شما رو بزنن و شما تسلط بیشتری روی انیمیا داشته باشین. خب من دیدم بچه ها اینجا 2-3 نفرن. یه پرک بازو برداشتم که لگدگانو کمتر میکنه. یکشون اینجا زدن، اینم دمیج بود بنده خدا. بعد بچه ها دیدم 3 نفر رو زدن دیگه، من بک دادم. بچه ها اینجور موقع حتما بک بدین که نرین لابی. بچه ها اینجور فایت ها ممکنه شما استرس بگیرین، که کمی رو خودتون کار کنین که مسلط تر روی فایت ها باشین. بچه ها اینو من فینیشش رو گرفتم، نمیدونم کجا رفت، اصلا ندیدمش. بچه ها راستی به پینگتون هم خیلی بستگی داره، به پینگتون خیلی بستگی داره. بچه ها اگر اینجور جاها یک شاتگان هم پیدا کنه که یعنی عالی میشه دیگه. خب من اینجا زدم براتون کات دادم که زیاد همین بنده خدا منو زد. خب بچه ها فایت از اینجا شروع میشه که شاتگان اومد دستم دیگه. بچه ها بعد اتشمنت های این سیزن هم براتون حتما ویدیوشو میذارم. بچه ها تو کامنت ها بگین کیارم بهتره یا بیوای. بچه ها باید همیشه هم هوای یاراتون رو داشته باشین، هم کاورشون باشین، هم اگر گان خوبی پیدا کردین مارکش کنین که اونا هم ازش استفاده کنن. بچه ها اینجور جا حتما حواستون باشه که زیادی ها خط گرفتن، زیاده نمیدونم. سری سویچگان میکنی، صدیفتر رو میکشی میگیری روش، تموم میری سراغ بعدی. اگر دیدی یکی از شاتات با شاتگان میس شد یا میستادی دیگه با شاتگان نزن، چون اعتماد به نفست کم میشه. رایفل رو بگیر روش، تموم. خب بریم سراغ بعدی. سری سویچ ها میکنی، تموم. اگه بیشترش بگیره قربونت بشه. بیا منتظرتم بیا. خب اینجا رو بچه اینجا رو میگیری دیگه، اینمیان بیان دیگه نمیتونن بزننت، خطشونو بگیری تمومه. اگه سنایپر کشیدی هم قسمون ای که آره.
آره دیگه گفتم بچه اگه یکی با شاتگان میستادین اعتماد به نفستون کم میشه دیگه نمیتونین بزنین. منم دیدین بچه با شاتگان یکی رو که میستادم دیگه شات های دیگه هم نخورد بهش. چقدر شلوغ اینجا بچه. بچه اگر های گرند یک جایی رو بگیرین میتونین کیل زیادی بگیرین بچه. حالا من همینجا خطشون رو گرفتم 2-3 تا میزنم بچه. بیام بالا که تسلط بیشتری داشته باشم. تمام بچه اگه دوست دارین یه کانال تو تلگرام بزنم بعد هر شب بریم کاستوم بچه. نگاه کن به چه یارت وای کار پسته بچه بعد همیشه سریعتر یعنی برین رو دراپا، یعنی اولین اسکوادی باشین که میرین رو دراپ چون خیلی مهمه بچه. اینجا هم یه تکلیسه ناز براتون آوردم. اینجا دیدم دیگه 3 تا از یارام ناک شدن. من بک دادم گفتم نریم لابی. یکیشون اینجا زدم بچه. اینم دومیشون. بسیم جلوشونتون قد اینم سومیشون. بیا شد زیانت بچه بریم استندار. نه اولی که میستادی دیگه سریعتر میچی بچه. شاتگان زدن هم موومنت زیاد وان شات نمیکنه. یه اینور اونور بکنین اوکی. بعد با کلاس تریکستر هم میکنه یا نینجا یا تریکستر. خدا حاضر نزا نینجا هم خوبه ولی تریکستر بچه بهتره. دیفند هم خوبه ولی دیفند 20% دمیج گان رو بیشتر میکنه ولی تریکستر از همشون بهتره. بچه ها ممنون که تا اینجا ویدیو با ما بودید. حتما ویدیو رو لایک کنین. عشق منین بچه ها. چنل هم سابسکرایب کنین.